دوستان عزیز، بینندگان پیک شادی، سلام و درود بر شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد و لبتون خندون باشه. بسیار خوب، بریم سراغ سازنده کرونایاب مستعان و جدیدترین ادعاش. بله. تبدیل به یک قدرت شدیم، قدرتی که امروز توسط پیشرفته ترین ارتش‌های عالم در هزاران مایل آن سوی سرزمین ما به رسمیت شناخته می شود. جغرافیای تأثیر ما رشد کرد. ما به یک واقعیت، به یک ذهن از هندسه قدرت در منطقه و جهان تبدیل شدیم. ما می توانیم قدرت تولید کنیم. ما مصرف کننده قدرت دیگران نیستیم. همه 4 تا جمله گفت، 500 تا کلمه قدرت توش بود. قدرت مصرف کننده و هندسه قدرت. و دقیقاً چی میگه این؟ بله. ببین مهران، مغز سلامی با مغز انسان‌های معمولی فرق داره، یعنی یه لایه کمتر داره. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی محتوا نمیفهمه. مثلا اگه بگی درخت، باید درخت رو ببینه تا بفهمه درخته. یه جورایی توتی. آره، مثل توتی. یه متن بهش میدن، این از روش میخونه، اصلا نمیدونه چی هست. اگه بهش بگی همینا چیه، میگه خب من نمیدونم، من فقط خوندم. حالا اینقدرم تو این متن براش قدرت گذاشتن که تبدیل شده قد. ولی برای اینکه همین متنو که دادن دستش بخونه رمز گشایی کنیم، یه سری بزنیم به همزادش پاستور حاجی زاده که من فکر کنم بهترین راندمانی که از حاجی زاده و سلامی میشه گرفت، اینا رو ببندی به گاری. البته اگه دوچار دعواهای درون باندی نشن، ممکنه یه 10 قدم گاری رو بکشن. کلیپ حاجی زاده هم نگاه کنیم چی میگه. روزهای گذشته یک اظهار نظر از سوی سردار حاجی زاده، فرمانده نیروهای هوافضای ایران، در رسانه‌ها مطرح میشه. اظهار نظری قابل تأمل که اشاره میکنه به یک چیز دیگری، یک توان دیگری که ایران دارد، از آن صحبت نکرده و اگر روی میز قرار بگیره معادلات رو عوض میکنه. تاکید میکنه، میگه هسته‌ای نیست، موشکی نیست، پهپادی نیست، یه چیز دیگه است. آقا قضیه پیچیده تر شد که این چه توانیه که نه هسته‌ایه، نه پهپادیه، نه موشکیه، بالاتر از هسته‌ای داریم مگه؟ صفا کردید چه رقابت شدیدی بین یاوه‌گویی داره. بله داریم، چرا نداریم. این که داره اشاره میکنه به یه چیزی دارن از هسته بالاتر. فقط من یه مثال بزنم. اصلا کل حکومت پلید آخوندا رو بذاریم کنار دورانش، همین 2 ساله آخوند رئیسی، دستاورده آخوند رئیسی رو نگاه کنیم ببینیم که من قشنگ ثابت میکنه حرف حاجی زاده. نمیفهمم اون قدرت چیه. بله، اون قدرت الان من با عدد و رقم، چون رئیسی هم خیلی به عدد و رقم علاقه داره، مخصوصا اون یه انتری داره با سخنگوش. ببین چاپ بول 83%، یعنی رئیسی نشسته بغل یه چاپگر ورق میده، ورق آچار، از اون ور اسکناس تحویل میگیره. خب این کدوم بمب اتم میتونه همچی بلایی سر پول ملی بیاره؟ نقدینگی 73%، یعنی همجور پول پوشال دست مردم، هیچ جنسی هم نیست بخرن، همجور پول فقط تو جامعه هست. قیمت دلار 95% که شرمنده است. میخواستم 100% بکنم، به تعهدم نرسیدم، ولی قول داده تا یه ماه آینده 100% کنه. قیمت سکه 162%، گفته میبخشید عددش روند نیست، حتما 200%ش میکنم. شاخص قیمت ها 114%، اینم باز روند نیست، گفته حتما به 200% میرسونم. خب قضاوت کن، چند تا بمب اتم به مملکت میزنن، همچین بلایی به سر مملکت میاد. چنین توانی داشت برای تخریب اقتصاد. حاجی زاده کم گفته که زیاد. آقا اگه اینطوری باشه که اصلا از این قدرت ها ریخته تو رژیم. بیا این نمونه دیگهش. شهرداری تهران یک بنا را تخریب کرد، 5 ساختمان همجوار فرو ریختن، 2 مأمور انتظامی هم کشته شدن. تو گفتی هندسه قدرت. ببین هندسه، اون ساختمون مکعب، قدرت هم خراب کرده. دقیقاً هندسه قدرت بود. تازه این شهرداریشونه برسه به سران قوا و شخص خامنه‌ای، ببین چه نیروی مهیب تخریب و تبهکاری که اینا میتونن تو جامعه. حالا من از سلامی حاجی زاده میگم اجالتا
قدرت و قدقد رو ول کنید، بیاید به این قیمت مرغ بچسبید که اونقدر بالا رفته و از سفره‌های مردم پریده که با چشم غیر مسلح اصلا نمیشه یه مرغ رو دید تو آسمون. الان خودشون هم همینو میگن. دولت محترم، باز هم تکرار مکررات است. تورم کمرشکن زندگی را بر مردم بسیار سخت و تلخ نموده است. ما از تأمین گوشت و مرغ برای سفره مردم گذشتیم. مردم در تأمین نان و دارو هم مشکل دارند. بابا این مرغ و گوشتی که الان این داره صحبتشو میکنه یا دارو الان جز اقلام لاکچری محسوب میشه. الان صحبت از آب و برقه که نیست. گفتی آب و برق. چند وقت پیش تو جریان ثبت نام برای نمایش انتخابات ریاست جمهوری، چون میدونی خود انتخابات ریاست جمهوری یه شات خیلی مضحک و خنده‌دار داره، اون ثبت نامشه، همون دلقک‌ها که دلقک‌ها میان و فلان. یکی اومد یه حرفایی زد، اون موقع همه بهش خندیدن، ولی الان مثل که تعبیر شده. گوش کنیم. بله. برق کشور داره قطع میشه. من براتو اثبات میکنم برق کشور 5 سال دیگه قطع میشه، چشمه ها خوش میشه با ریشه چند کردن جوین ها. برف را با ریشه چند کردن پوشش جای تو ارتفاعات، خاک ارتفاع، تو تابستون میره تو درها برق کشور داره قطع میشه. بنده 38 تا مقالات فرستادم به سران کشوری، کسی جوابگو نداده نبوده. بنده هدفم شده رهبری طبیعت. ایران باید ریاست جمهوری جمع بشه، رهبری طبیعت بیاد، آسفالت بره، طبیعت بیاد، چه برف خنکی بیاد جلو سیلاب گردبار خوزستان گرفته بشه. با اسکان اشور 2 ساله برف خنکی رو برمیگردونم به ایران. ما شنیده بودیم میگفتن طرف از آب کره میگیره، حالا آخوندا از سرکوب پول در میارن. اینها یه نمونهشو نگاه کن. جریمه بی‌حجابی تا 150 میلیون تومان. قشنگ بیزینس رو انداختن. واقعا این بقالیا میرفتی میگفت این نخود قیمتش اینقدر، این برنج مال فلانجاست قیمتاش فهرست. الان میگه که بد پوششی قیمتش اینقدر، هنجار شکنی قیمتش اینقدر. این اگه میخواستن جریمه کنن خب چرا گشت ارشاد را انداختن؟ گشت ارشاد موضوعش فرق میکنه. اون مثل اره میمون که خامنه‌ای رفت روش نشست، نمیتونست بره جلو نمیتونست بره عقب. بعد از ترسشون هم گفتن دیگه بغلش هم ننویسید گشت ارشاد، هیچی ننویسید. بازم که هیچی ننوشتن مردم کوکتل مولوتوف زدن. الان اونو تغییر ماهیت دادن، یه مدل دیگه رو انداختن. اینو با هم نگاه کنیم. بله. نه قشنگ طرف سوار موتور شده، موتور سوزوکی. تو خیابون هم تو فاصله‌های کوتاه همینجوری میچرخه، مردم آزاری میکنه. دنده عوض کنه، می‌بینید با پا موتور رو میبره. فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب این چرا سوار موتور شده، پیاده نمیتونه همین کارو بکنه؟ بله، سوال خیلی دقیق، واقعی و به جا. این موتور مال مردم آزاری نیست، مال بحران پسا مردم آزاریه. یه کلیپ نگاه کن متوجه میشه چرا موتور پرقدرت و سریع سوار میشه. عجب. الان دستت اومد برای چی موتور پرقدرت و سریع گرفت؟ الفرار. الفرار. خب بابک مثل هفته پیش این دفعه مسابقه داریم. من یه عکس نشونت میدم تو بگو این کیه. دست کم گرفتی. لئو تولستوی خالق اثر جاودانه جنگ و صلح. بابا لئو تولستوی ریشش بلندتر از این بود. لئو تولستوی نیستی. خب اگه لئو تولستوی نیست پدر ژپتو. بابا پدر ژپتو که اصلا ریش نداشت که. پس کیه دیگه؟ خب الان من عکس قبلیشو نشونت میدم، این دفعه دیگه میشناسیش. ببین این که حسین فریدون داداش شیخ فریه که. بله این داداش دزد و شیاد آخوند روحانیه که اون همه خورد و اختلاس کرد و چاپید، بعدم یه حکم زندان گرفت، الان هم صاف صاف داره تو خیابونا میچرخه. اینم قیافشه.
تنها سوالی که پیش میاد اینه که چرا این ریختی کرده خودش. الان من بهت توضیح میدم. اگه از اول میگفتی حسین فریدون من دیگه نمیرفتم به تولستوی پدرجان. خیلی سخته بری تو زندان، بعد همش تو مرخصی باشی، تو ویلا باشی، دوباره همون اختلاسا رو ادامه بدی، دوباره همون کارهای سابقت باشه، یعنی حکمو بگیری بعد یک شکنجه طاقت فرسا تو زندان نباشی، ویلا تو باشی، خونت تو ویلا. این فشار طاقت فرسای نبودن تو زندان و ادامه دادن همون کارهای اختلاس سابق پیرش آدمو اینجوری پیر می‌کنه. در و داغونش خیلی سخته حکم بگیری ولی حکم خارج زندان باشی. چند وقت پیش تلویزیون رژیم برنامه پخش کرد در رابطه با جایگاه مردم در به اصطلاح اندیشه خمینی ملعون. این یک قسمتی از این برنامه رو با هم ببینیم و بشنویم، نکات مهمی داره توش. مردم در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه از چنان جایگاهی برخوردارند که از آنان به عنوان پشتیبان اصلی نظام یاد می‌کنند. در واقع حضرت امام رحمت الله علیه مردم را به عنوان سرمایه اصلی برای نیل به اهداف بلند انقلاب اسلامی می‌دانند و از همان روزهای آغازین نهضت به تبیین حقوق قطعی و لاینفک مردم می‌پردازند که اولین تجلی عینی آن اتکای ایشان به پشتیبانی ملت برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران است. بله، جایگاه مردم در اندیشه خمینی. تعجب میکنم سر جایگاه مردم از نظر این ملعون چرا اینقدر جمله بافی میکنن. جایگاه مردم رو به واضح ترین شکل با صدای انکل الاصوات خودش گفته. نگاه کن. جمهوری اسلامی باید مشیش این باشد که هدایت کند مردم را، اینها را راه ببرد همون طوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد، همونطور که چوپان علاقه دارد که این گوسفند در این جای خوبی. چرا؟ ببین مردم از نظر خمینی دو مدلن، یا دستشو ماچ میکنن میشن مزدور، یا نمیشن اعدام میشن. مردم یعنی در مردم شناسی ملعون دو مدل بیشتر نداره. گزینه سوم جایگاه سومی نداره. خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. ایران رو دارن شب نشون میدن. معتقدی در کمتر از 8 سال و 10 سال ایران بهشت روی زمین خواهد شد. سلبریتی های بی هویت خود تحقیر جایی در این بهشت نباید داشته باشن و به جهنمی که دوست دارن اخراج بشن انشالله. این رائفی پور کجا بود؟ ببین وقتی میخوای این وحوش رو بررسی کنی نباید تک به تک بررسی. اینا نوعن، مثل گربه‌سانان، سگسانان. نوعشون رو باید این نوعش میشه رائفی پور سانان. یعنی یاوه‌گویی، همین هزل و مبتذل صحبت کردن. اما حرف حقی داره میزنه تو دستگاه باطل خودش. ایران تحت حاکمیت آخوندی برای امثال همچین یاوه‌گوها و آخوندا و شکنجه‌گرا و قاتلا و اختلاسگرا حتما بهشته. اما این بهشت نه، چرا گفت چند سال دیگه، همین الان بهشته براشون. بله، این بهشت پایدار نخواهد بود، زیرا مردم ایران در قیام قریب وقوع خودشون آنچنان جهنمی برای اینها درست کنن که معنی بهشت جهنم خیلی براشون ماده بشه. نه اینایی که گفتی یه جمله بود. آخه کامنت یه جمله نه، آخه مثل دستاوردهای رو رئیسی هست که وقتی یه عددی میگه واقعیتش فرق میکنه. اون بستگی به نرخ تورم داره. یه جمله تو هم بستگی داره به قیمت دلار. بله تو بگو یه جمله بود، من یه فعل به کار بردم آخر. ممنونیم که با ما همراه بودید. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی. شاد و سرفراز باشید.